بدون اطلاع قبلی اومد خونه و دید زنش با یه مرد دیگه خوابیده. به جای واکنش عجولانه، بدون اینکه اونا رو بیدار کنه، در رو از بیرون قفل کرد. سپس به مادر زنش زنگ زد و گفت اوضاع خیلی بده. دخترت خودشو داخل اتاق حبس کرده و میخواد خودکشی کنه. زیر 10 دقیقه مادر زنش و چند تا فامیل دیگه با 3 تا ماشین از راه رسیدن. اونا در رو شکستن و حقیقت رو با چشمای خودشون دیدن. این مثالی هست از استراتژی استفاده از دست دیگر برای انجام کار کثیف. در یه داستان دیگه پیرمردی بود که دنبال آرامش و سکوت بود، ولی بچه‌های محله جلوی خونش سر و صدا می‌کردن. هر کاری کرد نتونست کاری کنه که دیگه نیان. پس یه نقشه کشید. اون به بچه‌ها گفت از الان به بعد هر بار که اینجا بازی کنید به هر کدومتون $1 میدم. بچه‌ها با کمال میل قبول کردن. بعد از 1 هفته مبلغ رو به 50 سنت کاهش داد و بعد به 20 سنت. و در آخر بهشون گفت شرمنده ولی دیگه پولی ندارم که بهتون بدم. بچه‌ها با سرخوردگی گفتن فکر کردیم ما اینجا مفتی بازی میکنیم عمرن، و اونها دیگه هیچ وقت برنگشتن. این نمونه ای هست از استراتژی استفاده از اشتیاق برای نابود کردن خودش.